طبق قانون استعمال کننده حقوق دارد که مال کار و خدمت رسانی با صفت را گرفته باشد. یعنی که تعداد، مقدار و صفت همون مال می‌خریدگیش با شرط‌های شرطنامه‌ای که آن خریده شده است مطابقت کند. یعنی که اگر من همچون استعمال کننده به مغازه در آمده گویم که قایماق خریده باشم، قوطی قایماق در قوطی قایماق نایسته باشد، در داخلش هم باید قایماق باشد. قایماقی که به آن طلبات مشخص گردانده شده هست. یعنی قایماق باید چی باشه. بر ضمن این در خود قوطی باید معلومات پورا درباره همین گویم مواد خوراکواری درج شده باشد. یعنی که فایز روغن‌نوکیش در ترکیبش چی هست، چی نیست و از همه اساسیش این مهلت استعمال. و در کدام حالت اون رو ما برمیگردونیم. در حالتی که اگر همون طعمش یا اینکه از روی طعمش یا از روی بویش ما میفهمیم که همون محصولات ویران شده است و اون رو استعمال کردن ممکن نیست. یا اینکه در مغازه میخریم اهمیت نمیدیم، به خانه میبریم از قوطیش میبینیم که در اون مهلت استعمال گذشته است یا اینکه مهلت استعمال تماما درج نشدگی است. در این حالت هم استعمال کننده حقوق دارد که مال خریده‌اش را بازپس گرداند. وقتی که ما مثال میبریم در خانه، ما در مغازه اون را کشوده دیده نمیبینیم که در خانه میبریم، فرض کردیم به خانه آوردیم یگان قایماق باشد یا اینکه یگان پنیر باشد یا دیگر محصولات خوراکواری باشد. وقتی که ما اون را مثال کشودیم دیدیم که طعم بی‌ذائق دارد یا اینکه تا حتی ما هر روز مواد خوراکواری میخریم و گوییم که نمود ظاهریش هم میفهمیم چگونه است، میدانیم که خوبش چه خیلی است، با صفتش چه خیلی است، بی صفتش چه خیلی است. میگوییم که نمود ظاهریش الکی عوض شده است، با اون نگاه نکرده که مهلت استعمالش حالا نگذشته است. ما حقوق داریم که اون رو برگردانیم. برای چی؟ برای اون که در بسیار حالات ها از جانب مغازه ها، از جانب سوپرمارکت ها، زیر سودای بزرگ میگویند، از جانب آنها، از جانب بازارهای کلان، نقطه‌های سودایی که در بازار کلان هستند، قاعده استفاده برای محصولات خوراک بسیار وقت ویران می شود. ما میبینیم که حسیب ها در بیرون نگاه داشته شدگی است یا اینکه در نقطه سودا کشال شده ایستاده است که جای وی در آنجا نیست، جای وی در یخدان است. البته بر ضمن یا اینکه نوشاکی از همه ویش خطرناکش این یکی از چیزهای خطرناک نوشاکی تشنه‌شکن هستند. نوشاکی تشنه‌شکن هم میبینیم که با بلوک هایش در بیرون موندگی در زیر آفتاب که تماما ممکن نیست نگاه داشتن، ممکن نیست. برای چی؟ برای اینکه اون پلاستیک گرم شده الکی به صفت همون نوشاکی تاثیر میرساند. بعضی وقت بسیار وقت ما میخریم مثلا یگان نوشاکی تشنه‌شکن میخریم، از یخدان میبرد در مغازه، میگیرد میکشوید میخورید که مینوشید که حس میکنید که بوی پلاستیک دارد، مزه پلاستیک دارد. برای چی؟ برای اینکه الکی در بازار خودی شرط نگهداری ویران شدگی است. پیش روی همین ما حتما باید گیریم. هر یک استعمال کننده عهده‌دار است که پیش روی این نگیرد. اگر خودی استعمال کننده، خودی شما هم دیدید که در بازار مثلا که در مغازه یا در نقطه سودا همین مال و محصولات نادرست نگاه داشته شده است، در زیر آفتاب است یا اینکه بیرون از یخدان نگاه داشته شده است، شما حتما باید ناراضگی خود را بیان کنید. در قانونگذاری نسبت مواد خوراک مهلت پیشنهاد نشده است. یعنی که شما خریدید، وقتی که شما خانه بردید و دیدید که اون بی صفت است یعنی که مهلتش گذشته است، در حال آوردن سپردن لازم است. بر ضمن شما باید خوب میشد که اگر اون چک ها رو در دستتون داشته باشید. یعنی که چک های خزینوی باشد، چک های فروش باشد باز خوب است. لیکن این معنای اون رو ندارد که نداشتن چک حقوق شما رو به برگرداندن مال استثنا میکند. نه، برعکس در قانونگذاری، در قانون درباره حمایت استعمال کنندگان به طریق مفصل آورده شده است که نداشتن چک مال یا اینکه حجت تصدیق کننده خرید اساس برای رد کردن طلبات قانونی استعمال کننده شده نمیتواند.
یعنی که اووزایی که ما می‌بینیم که در آنجا نوشته‌جات آورده شده است که مال فروخته شده عوض و برگردانده نمی‌شود، این تماما غیر قانونی میباشد. برای چی؟ برای اینکه در خود قانون درباره حمایت استعمال کنندگان حقوق مشخص به استعمال کننده داده شده است که او هم حقوق دارد که مال را برگرداند و هم حقوق دارد که آن را عوض کند. زیاده از این باید گفت که اگر مال به صفت باشد خود استعمال کننده انتخاب میکند که او برمیگرداند مال را یا اینکه آن را عوض میکند. بر زمین اگر به استعمال کننده مال به صفت فروخته شده باشند او مثال رو پیشکی از این آگاه کردگی نیستند که همین مال مثال فلان نقصانی دارد، پس او حقوق دارد که بر زمین برگرداندن مال و گرفتن مبلغش اینچنین ضررهایی که به او رسیدن در نتیجه این خریدن این مال اونها رو نیز جبران کردنش از فروشنده طلب کند. این کدام ضررها؟ فرض کردیم استعمال کننده با تاکسی رفته است یا با ماشین خودش شخصی خودش رفته است و البته یگان سوزشواری صرف کردگی است، همخیر نه، یا که پول تاکسی دادگی است، دیگر یا اینکه دیگر ضرری به او رسانده شده است که فرض کردیم یگان تکنیکای معیشی بود که در نتیجه استفاده اون تاثیر به دیگر تکنیکای معیشی رسید که اون هم سوخت. پس جبران ضرری به او رسیده شده باید از جانب خودی فروشنده باید عملی کرده شود. اگر ما درباره خودی برگرداندن مال گپ زنیم، یک موضوع بهت کلان است و بهت موضوع یک خصوصیت خاصی به خود دارد. برای چی؟ برای اینکه در قانون درباره حمایت استعمال کنندگان گفتگی است که استعمال کننده حقوق دارد که نه فقط مالی به صفت رو ولی اینچنین مالی با صفت رو نیز برگرداند. فرض کردیم شما به بازار رفتید و پایافزال خریدید، در بازار پوشیدید یا در مغازه پوشیدید، اون نقض است، خوب است، اندازه‌اش به شما به اندازه پوچه شما است، اندازه‌اش با شما موافق است و دیگر هوکازا گرفته خانه بردید، در خانه کمتر پوشیدید که نه کمتر تنگتر است یا کشادتر است، کلانتر است، شما حقوق دارید که اون را برگردانید. لیکن در اینجا قاعده اساسی این عوض است. اگر فروشنده همین گونه مال نداشته باشد، همین ارتیکل فرض کردیم یا که همین دیزاین مال نداشته باشد، پس شما حقوق دارید که مبلغتون را بازپس طلب کنید و فروشنده عهده‌دار است که طلبات شما را اجرا کند. خوب، ولی نه به نقصان باشد، نه نقصان نه، این عاید مالی به نقصان، مالی که به نقصان است شما حقوق دارید که اون را برگردانید. در حالت مال به نقصان قاعده اساسی این عوض است، عوض کردن همون. اگر به شرطی که همون فروشنده همین ارتیکل و همین گوییم که دیزاین مال نداشته باشد، در این حالت شما حقوق دارید که مبلغتون را بازپس گیرید. اینچنین باید گفت که با روی خطی که ما گفتیم داخل می شود لباس های تگ، خوب، پایپاق ها، تیلواری، دارواری و تمام این مال های هستند که عوض و برگردانده نمی شوند در حالتی که با صفت بوده نشوند. دیگر همه مال ها اینها هم برگردانده می شود اگر به صفت باشد. مالی به صفت دل خواهش عوض و برگردانده می شود، لیکن شرط اساسی 14 روز. همین مالای با صفتی که شما میخرید، مثلا مالای با صفتی که استعمال کننده میخرد و با گفتیم که اندازه‌اش مثلا موافق نمیبیاد، رنگش موافق نمیبیاد، فرض کردیم، یا اینکه دیزاینش موافق نمیبیاد. فرض کردیم ما خانه خریدیم، خانه تعمیر کردیم و پرده خریدیم، از بازار پرده خریدیم، آوردیم چسبوندیم که پرده ها با دیزاین ما، پرده های تیار من در نظر دارم، پرده با دیزاین خانه ما موافق نیست، رنگش کمتر دیگر بوده است. ما حقوق داریم که اون برگردانیم، لیکن شرط اساسی اینجا 14 روز است. در طول 14 روز باید همون برگردانده شود. وابسته به پایافزال و لباس هم همین شرط است و اینچنین همون مالی که ما خریدیم باید تحت استفاده قرار داده نشده باشد. بعضی وقت ما میبینیم در تجربه که استعمال کنندگانی هستند که مثلا مال میخرند، میپوشند، میرود توی میگذراند، معرکه میگذراند، بعد آوردن برمیگرداند. البته این غیر قانونی است و فروشنده عهده‌دار نیست که این مال بازپس گیرد. در قانونگذار
гуфтагӣ аст ки истеъмолкунанда ҳуқуқ дорад ки дар бораи мол кор хизматрасонӣ маълумоти пурра ва саривақтӣ гирифта бошад. Яъне ки фурӯшанда уҳдадор аст ки ба истеъмолкунанда маълумоти пурраро дар бораи мол вақти пеш аз харид пешниҳод кунад ки ако шумо ҳамин курткаи харида истодаед, шумо ҳамин курткаи харида истодаед, ҳамин курткаи чӣ мегӯянд, хосияташ ҳамин аст ки ин дар боронӣ тар мешавад. ин фақат дар рӯзҳои хунуки ҳавои қоқ ба пӯшед, агар ин нағз гарм аст, лекин тар мешавад. дар ин ҳолат шумо агар дар борон пӯшед тар шавад, вай ин айби худи шумо, барои он ки дар бораи худи хусусияти мол ба шумо маълумот пешниҳод шуда буд. ҳамун куртае ки шумо мегӯед ё ин ки костюме ки шумо мегӯед, ҳамунам агар фурӯшанда пешакӣ гуфта бошад ки ако ина шуштан мумкин нест, фақат дар химчистка дар хушкашӯ тоза кардан мумкин аст, дар ин ҳолат айби худи шумо аст. дар дигар ҳолатҳо агар маълумот ба шумо пешниҳод нашуда бошад, пас ҷурми худи фурӯшанда аст. ман боз як мисоли дигар мебиёрам. оиди техникаи маишӣ, кондитсионерҳо, ҳавохунукҳо ба мо муроҷиат шуда буд. аз яке мағозаҳои шаҳри Душанбе як истеъмолкунанда хонаи нав сохтагӣ буд, хонаи калон, як 7-8 кондитсионер харидагӣ буд. баъд ҳамун сол, ин соли як соли хунук буд, порсол парер сол буд, як соли хунук омадагӣ буд. ҳамун васл кардану рафтан, вақте ки ин истифода мебарад истеъмолкунанда хунуккунакҳо, яъне кондитсионер хонаи гарм намекунад, қувваташ намерасад. баъд омада мо ба муроҷиат кард. мо рафтем, устоя гирифтем, рафтем, дидем, усто гуфт ки мебахшеду, ин хусусияти техникии ҳамин кондитсионер ҳамин аст. ин минус 2 шавад аллакай ин кор намекунад, ин гармӣ намекунад. баъд саволе ба миён омад ки оё истеъмолкунанда оиди ҳамин хусусияти ҳамин кондитсионере ки ҳамин хусусият доштааст, аз ҳамун хабар дошт ё не? оё огоҳ кардан ё не? муайян шуд ки дар шартнома ин чиз нест. дар шартномаи хариду фурӯш ин хусусияти мол оварда шудагӣ нест. барои ҳамин 7-9 кондитсионер буд, ҳамаша бозпас ба мағоза гардондем ва зараре ки барои васл кардану овардан мисол маблағи сарф карда шуд, ба ӯ бозпас гардонда шуд. яъне зарар пурра барқарор карда шуд.